میبینی. لیکن اینطور زمانه آمد ما خو امروز میگم پسترین زمانه همین زمان است، زمانی اروپا است که زندگی حیوانی است. زندگی مال است. أتاك بعذر وبانكسار وفقر فهزم بيسر. وجه از وجوه انسانیت به او مردم دیده نمیشه. خود مشاهده میکنه، فیلم ها را میبینه، تلویزیون ها را میبینه. در کدام سرحد از خساست و ذلت و نعوذ بالله به غیرتی رسیده او مردم. جوان استاد میشه در سری راه، دختر بغل میکنم، لبایش میچوشه، مخلوق تیر میشه، هیچ گپی نیست. و چه گلش ناس نمیشه، گپی نیست. مردا دریشی داره، زن لچ است، بجز است فقط عضو مخصوص و شرمگاه مخصوص یک کمی پردگک داره، خیر و خلاص. چطور تو مسلمان وجدانت قبول میکنه، غیرتت قبول میکنه که همچو فرهنگ ای حیوانات وحشی را به ای وطن عزیز بیاری؟ وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال.